بسم الله الرحمن الرحیم. تو نمیتوانی کسی را که بخواهی هدایت نصیب کنی، تنها خداست که هر کی را بخواهد هدایت میکند. بدین لحاظ رسالت پیامبر خصوصیت کسب میکند. اگر هیچ کس او را قبول نکند و علاقمندی نشان ندهد، او باز هم بدون سستی و فتور و تردید و هراس بر راهش ادامه میدهد و بدون اینکه گناه را به دیگران به اندازه دعوتش را پیگیری میکند. و همین خاطر است که تمامی پیامبران با وصف مواجه شدن با انواع توهین‌ها و تحقیرها در وظایفشان ذره ضعف و سستی نشان ندادند. لذا این شیوه تبلیغ صفت منحصر به فرد پیامبران است و این کیفیت کامل تبلیغ را در غیر از پیامبران دیدن گویا ناممکن است. زیرا در چنین اوضاع و احوال در دیگران اغلب رنجش و دلگیری را می‌بینید. این دعوتگران هر اندازه کامل و رسیده باشند، باز هم نمی‌توانند خود را از آرزوی دست یافتن به نتیجه بپرایند و وقت به نتیجه دست نیافتند نیز دلگیر و به حوصله می‌شوند. این فقط پیامبرانند که دلگیری و به سطوح آمدن در قاموسشان وجود ندارد و این یکی از ویژگی‌های آنان است. ببینید آن همه حادثه جگرسوزی که در احد بر سر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، هیچگاه ایشان را رنجور و غمگین نساخت. دندانش شکست و حلقه های مغفر یعنی کلاه آهنین در چهره مبارکش فرو رفت. حتی حضرت ابو عبیده به خاطر بیرون آوردن این حلقه ها از چهره رسول خدا صلی الله علیه و سلم دندانهایش را از دست داد. بر رغم همه اینها رسول خدا صلی الله علیه و سلم با سر و روی خون آلودش چنین دعا کرد: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. پروردگارا قوم مرا هدایت کن چون آنها نمیدانند. اگر میفهمیدند که من پیامبر هستم چنین نمیکردند. چنان که بعدها وقتی ایشان را شناختند جانشان را فدای رسول خدا کردند. معلوم می شود که در آن زمان نمیفهمیدند. این حادثه و امثال آن میزان سعی صدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به ما نشان میدهد. ایشان و پیامبران دیگر هرگز بدی را با بدی پاسخ نمیدادند. در برابر ضارب بی دست و در برابر دشنام دهنده بی زبان بودند. اگر سرشان خونالود میشد و یا دندانشان میشکست، هیچگاه به قصد شکوه و شکایت آهی از دهانشان خارج نمیشد. به همین حمایت و عصمت اشاره می کند. آری پروردگارش به او چنین می گفت و گفته‌اش را نیز عملی ساخت. سرور دو جهان سفر دومش را در 25 سالگی انجام داد. این بار در رأس کاروانی که متعلق به حضرت خدیجه بود قرار داشت. در این سفر نیز با راهب دیگری به نام نستورا مواجه شد و این راهب هم علامات نبوت را در سیمای او تثبیت و شناسایی کرد. شمار کسانی که منتظر آمدنش بودند و مژده را میدادند به یکی دو نفر خلاصه نمیشد. شمارشان خیلی زیاد و زید ابن عمرو ابن نفیل هم یکی از آنان بود و پدر یکی از عشره مبشره سعید ابن زید و پسر عموی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بود و از احناف به شمار می رفت. چون از بت و صنم روی برتافته و به نفع و ضرر رسانیدن آنها باور نداشت و جمله کسانی بود که در آستانه طلوع خورشید نبوت غروب کردند و رفتند و هم
مژده‌هایی داشت و مهمترین سخنش این بود: من دین جدید میشناسم که به زودی خواهد آمد و سایه اش بر فراز شماست، اما نمیدانم که آیا در آن روز زنده خواهم بود یا خیر. زید از نسیم متأثر شده بود و این نسیم همچون نفخه ربانی روزنه‌های قلبش را گشوده و کاملا برای استقبال حق آماده‌اش ساخته بود. او به خدای یگانه ایمان داشت و خود را تسلیم او می کرد، اما نه این خدای یگانه‌ای که به او ایمان آورده بود می شناخت و نمی فهمید که چگونه او را عبادت کند. یکی دیگر از اصحاب کرام، عامر ابن ربیعه، برای ما چنین نقل می کند: از زید ابن عمرو ابن نفیل شنیدم که می گفت: من منتظر پیامبری هستم که از نسل اسماعیل علیه السلام و سپس از عبدالمطلب خواهد آمد و گمان نمی کنم که او را ببینم، اما به او ایمان دارم و تصدیق می کنم و گواهی می دهم که او پیامبر خدا جل علی عظمت است. اگر عمر تو ادامه داشت و او را دیدی، از جانب من به او سلام بگو و باز می خواهم تو را با شمایلش آشنا سازم تا او را بشناسی و سردرگم نشوی. من گفتم بفرما بگو. گفت قد متوسطی دارد، نه زیاد دراز و نه خیلی کوتاه است. موهایش نه کاملا راست و سیخ است و نه کاملا مجعد و پیچ پیچ. مهر نبوت در بین شانه‌هایش قرار دارد و اسمش احمد است. در مکه متولد و در آنجا با پیامبری محبوس خواهد شد، اما بعداً قومش او را از آنجا اخراج خواهند کرد و آنچه را که او می آورد نخواهند پذیرفت. لذا به یثرب یعنی مدینه هجرت می کند و دینش از آنجا گسترش می یابد. مبادا از او غافل بمانی. من شهر به شهر گشتم و دین ابراهیم را جستجو کردم. با هر عالم یهودی و مسیحی و مجوسی که هم سخن شدم، همگی گفتند آنچه تو می جویی بعدها خواهد آمد و همگی همان اوصافی را که لحظه قبل به تو گفتم بیان کردند و در پایان سخن می گفتند: او آخرین پیغمبر خدا جل علی عظمت است و بعد از او پیغمبر دیگری نخواهد آمد. عامر ابن ربیعه در ادامه می گوید: وقتی مسلمان شدم گفته های زید را یک به یک برای رسول مقبول صلی الله علیه وسلم باز گفتم و سلامش را رساندم. پیامبر اکرم سلام او را جواب داد و فرمود: او را در حال در بهشت دیدم که دامن کشان راه می رفت. ورقه بن نوفل، عالم مسیحی و پسر عموی ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بود. با نزول نخستین وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، حضرت خدیجه آن حضرت را نزد ورقه برد و گفت: از برادرزاده‌ات بشنو. ورقه گفت: برادرزاده‌ام چی می‌بینی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم آنچه را دیده بود برای او شرح داد و از ورقه این پاسخ را دریافت کرد: آنچه دیده ای از جمله امور است که مشاهده آن در آغاز نبوت حتمی است. این همان ناموس اکبر است که خداوند به حضرت موسی علیه السلام هم فرستاده بود. کاش در آن روزی که قومت تو را از شهرت بیرون می کنند زنده می بودم. رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمودند: آیا آنها مرا اخراج خواهند کرد؟ گفت: آری، هر مردی که پیام چون پیام تو با خود آورده است با عناد و دشمنی مواجه شده است. اگر بتوانم با آن روزها برسم تو را سخت یاری خواهم کرد. اما عبدالله ابن سلام یک عالم یهودی بود. داستان اسلام آوردنش را از خود او بشنویم. هنگامی که رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به مدینه تشریف آوردند، من هم همچون دیگران به دینش رفتم. انسانهای زیادی دور و بر او نشسته بودند. وقتی چهره ایشان را دیدم دریافتم که این چهره دروغگو نیست. نخستین چیزی که از ایشان شنیدم این بود که می‌فرمود: با هر کی روبرو شدید سلام بدهید، غذا بخورانید، صله رحم را رعایت کنید
و هنگامی که مردم خوابند نماز بگذارید تا به سلامت وارد بهشت شوید. عبدالله ابن سلام شخصیت مهمی بود. ابن حجر در کتابش الاصابه در مورد او میگوید او از نسل یوسف علیه السلام و فرد شناخته شده و با اعتبار بود. شهادت و گواهی او در قرآن عظیم و شن مورد ستایش قرار گرفته و در مقام ارائه دلیل بر ضد کفار آمده. قل ارائیتم ان کان من عند الله و کفرتم به و شهد شاهد من بنی اسرائیل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. بگو ای پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم، با من خبر بدی اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن ایمان نیاورید و کسانی از بنی اسرائیل بر همچون کتاب گواهی دهند و ایمان بیاورند و شما تکبر بورزید، آیا شما به خود ظلم نمی کنید؟ بگمان خداوند ظالمان را به سوی خیر و بر راه سعادت راهنمود نمی سازد. شاهد مذکور در آیه عبدالله ابن سلام است. در واقع همه یهودیان و مسیحیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم را خوب میشناختند، اما کینه و حسادت مانع ایمانشان میشد. این شناخت و شناسایی چنان قطعی و دقیق بود که برای ایمان آوردن کافی بود. یک بار به رسول الله صلی الله علیه و سلم بنگرند، چون آنان پیامبر اکرم را با تمام شکل و شمایلش میشناختند. قرآن کریم این حقیقت را این گونه بیان میکند: بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که به آنها کتاب دادیم او را میشناسند، درست همان گونه که فرزندان خود را میشناسند، اما بر رغم آن گروهی از آنها آگاهانه حق را میپوشانند. در آیه به جای ذکر نام رسول مقبول صلی الله علیه و سلم از ضمیر او کار گرفته شده است. این امر اشاره میکند که وقتی با ضمیر او به سوی آخرین پیامبر اشاره می شود، تمام اهل کتاب می دانستند که منظور همان پیامبر است که نامش در تورات و انجیل آمده است و هم بدون تردید حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود و او را بهتر از فرزندانشان می شناختند. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه از عبدالله ابن سلام پرسید: آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم را مثل فرزندت می شناختی؟ او جواب داد: آن حضرت را بهتر از فرزندم می شناختم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پرسید: چگونه؟ او گفت: می توانم در مورد فرزندم شبهه داشته باشم، شاید همسرم را فریب داده باشد، اما در مورد این که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر هست ذره تردید نداشتم. این جواب حضرت عمر فاروق را به قدر شادمان ساخت که برخاست و پیشانی عبدالله ابن سلام را بوسید. آری، آنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم را خوب می شناختند، اما ایمان جداست و شناخت به کلی جدا. می شناختند اما نمی توانستند ایمان بیاورند. عناد و حسادت مانع ایمان آوردنشان می شد. و هنگامی که از طرف خداوند کتاب مرام قرآن عظیم و شأن به آنان رسید، تصدیق کننده چیزهایی بود که با خود از تورات داشتند و از روی تورات آن را شناختند و به صدق محتوایش پی بردند، ولی به سبب حسادت و عناد بدان کفر ورزیدند. قبلا امید فتح و پیروزی بر کافران را داشتند، پس لعنت خداوند بر کافران باد.
در این آیه نیز خداوند متعال علت اصلی ایمان نیاوردن آنان را به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می‌کند. مسئله اصلی یهودی نبودن آخرین نبی بود و اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان یهودیان برگزیده میشد، بدون شک رفتارشان نیز متفاوت می بود. چنانکه عبدالله ابن سلام پس از مشرف شدن به دین اسلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کرد و گفت: یا رسول الله، مرا در جای پنهان کنید و تمام علمای یهودی مدینه را فراخوانید و سپس از آنان بپرسید که در مورد من و پدرم چه نظری دارند. بدون شک جوابشان مثبت خواهد بود. به دنبال آن من از جایی که پنهان شدم بیرون میآیم و اسلام خود را اعلام میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این پیشنهاد را پذیرفت. علمای یهودی آمدند و عبدالله ابن سلام در جای از خانه مخفی شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از آنان پرسید: در مورد شخصیت عبدالله ابن سلام و پدرش چه میگویید؟ آنان جواب دادند: او و پدرش از دانشمندترین و شریفترین شخصیت‌های ما هستند. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید: اگر او مرا تصدیق کند و مسلمان شود شما چی میگویید؟ گفتند: خدا نکند، چنین چیزی هرگز ممکن نیست. در این هنگام عبدالله ابن سلام خارج شد و کلمه شهادت را خواند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را تصدیق کرد. آنان با حیرت و سردرگمی سخنان چند لحظه قبلشان را پس گرفتند و گفتند: او بدترین ما و فرزند بدترین ماست. این حادثه ثابت می کند که یهودیان رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوب می شناختند، اما عناد آنان مانع ایمانشان می شد. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نیز در این زمینه به تنهایی یک دلیل است. و قبلا مجوسی بود، اما در آرزوی یافتن دین حق شب و روز می سوخت. سپس مسیحی شد و در کلیسا به اعتکاف نشست. سلمان در آخرین لحظات زندگی راهبش از وی خواست راهب دیگری را به او معرفی کند. او هم راهب قابل اعتماد دیگری را به او معرفی و توصیه کرد و بدین طریق در کنار بسیاری از راهبان به سر برد و آنان را همراهی کرد و سرانجام باز از راهبی که آخرین دقایق عمرش را سپری میکرد همین تقاضا را نمود و از او خواست راهب را توصیه و معرفی کند. این عالم نصرانی به او چنین گفت: فرزندم، در حال حاضر کسی باقی نماند که بتوانم به تو توصیه کنم، اما زمان ظهور آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار نزدیک است. او با دین حضرت ابراهیم علیه السلام مبعوث خواهد شد. از سرزمین عرب خارج می شود و به منطقه بین حرتین، یعنی زمینی که دارای سنگ‌های سیاه است، هجرت می کند. دلایل زیاد و روشن در خصوص پیامبر بودن او وجود دارد. او صدقه نمی خورد، هدیه را قبول می کند و در بین دو شانه‌اش مهر نبوت موجود است. اگر می توانی به آنجا برو. ادامه اش را از خود او بشنویم. برای رفتن به جایی که راهب توصیه کرده بود کاروانی می جستم. بالاخره کاروانی پیدا شد و از آنها خواستم در مقابل اجرت مرا هم با خود ببرند. قبول کردند، اما وقتی به وادی القرا رسیدیم به من ظلم کردند و مرا به عنوان برده و یک یهودی فروختند. وقتی در محل اقامتم درختان خرما را دیدم با خود گفتم شاید این همان جایی باشد که راهب به من گفته بود. به همین امید در آنجا ماندم. روز شخصی از بنی قریظه آمد و مرا از آن مرد خرید و به مدینه برد. در آنجا در باغ‌های خرما کار می‌کردم و خبری از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نداشتم. باز هم روزی در بالای درخت بودم و خرما جمع می‌کردم و ارباب یهودیم زیر درخت نشسته بود. لحظات بعد یکی از پسران کاکایش نزد او آمد و با قهر و خشم گفت خداوند آنان را به قهر و غضبش گرفتار کند. همه مردم به سمت قبا می روند. مرد از مکه آمده و اعلان نبوت کرده است و مردم هم فکر می کنند که او پیامبر است. مرا از هیجان چنان لرزه گرفت که نزدیک بود از بالای درخت بر سر اربابم بیفتم. به سرعت از درخت پایین آمدم و خطاب به آن مرد گفتم چی میگویی؟ چی میگویی؟
اربابم با دیدن این هیجان من مشت محکمی با پشت دستش بر من زد و گفت با تو چی؟ برو به کارت برس. من گفتم چیزی نیست، فقط میخواستم بدانم چه شده است. من چیزهای با خود داشتم، آنها را جمع کردم و با فرارسیدن شب به قبا رفتم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اصحابش نشسته بود. رفتم و گفتم شنیدم شما مرد صالحی هستید و همراهانتان نیز فقیر و نیازمندند. صدقه با خود آوردم، بفرمایید نوش جان کنید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اصحابش گفت بخورید، اما خودش نخورد. در دلم گفتم این یکی از علامت‌هایی است که راهب گفته بود. روز بعد دوباره رفتم و چیزهای با خود بردم و گفتم دیدم که شما صدقه نمیخورید، این بار هدیه‌ای برایتان آوردم، بفرمایید نوش جان کنید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آن هدیه خورد و اصحابش را هم به خوردن دعوت کرد. در دلم گفتم این بود علامت دوم. یکی از اصحاب وفات یافته بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه جنازه به قبرستان مدینه رفته بود. به نزدش رفتم و سلام دادم. سپس به پشت سرش رفتم و خواستم مهر نبوت را که راهب خبر داده بود ببینم. رسول خدا هدف مرا فهمیده بود، لذا چادرش را از پشت سرش انداخت و من مهر نبوت را دیدم و علامت سوم را هم درست به همان شکلی که سالها پیش راهب برایم گفته بود شناختم و با دیدن آن بیختیار مهر را بوسیدم و گریه کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بیا پیش رویم. رفتم و در مقابلش زانو زدم و سرگذشتم را یک به یک شرح دادم. رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم بسیار خوشحال شد و خواست اصحابش نیز آن را بشنوند. آری، کسانی که با ترک عناد و حسادت بر او نگریستند او را شناختند و مجذوبش شدند. میان دیروز و امروز به لحاظ کیفیت ذره تفاوت وجود ندارد. امروز هم هزاران و صدها هزار انسان به حقانیت او پی میبرند و تصدیقش میکنند و آخرین پیامبر بودن او را به سراسر دنیا اعلام میدارند. اما مثل دیروز امروز هم کسانی هستند که نمیتوانند عناد و تمرد را ترک کنند و آنکه میدانند او پیامبر است باز هم او را قبول نمیکنند. ای قرآن، ای کلام برحق، من شرمنده توام. اگر از تو آواز مرگ ساختم که هر وقت در کوچه من آوازت بلند می شود، همه از هم می پرسند چه کس مرده است. چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است. نه چنین نیست، بلکه تا هر کس را که زنده است و حیات انسانی دارد بیم کند و بر کافران اتمام حجت شود و فرمان عذاب بر آنان مسلم گردد. قرآن، من شرمنده توام. اگر تو را از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه‌نشین مبدل کردم. یکی ذوق می کند که تو را بر روی برنج نوشته کند، یکی ذوق می کند که تو را فرش کرده و یکی ذوق می کند که تو را با طلا نوشته کند، یکی به خود می بالد که تو را در کوچکترین قطعه ممکن منتشر کرده و آیا واقعا خداوند تو را فرستاده تا موزه سازی کنی؟ نه چنین است، بلکه الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. همان کسانی که قرآن را تقسیم کردند و فقط آنچه را به سودشان بود پذیرفتند و پروردگارت سوگند در قیامت از همه آنها سؤال خواهیم کرد از آنچه انجام میدادند. ای کلام برحق، ای قرآن، من شرمنده توام. اگر به یک فستیوال مبدل شده ای، حفظ کردن تو با شماره صفحه، خواندن تو از آخر به اول
یک معرفت است یا یک رکورد دیگری. ای کاش آنانی که تو را حفظ کردند حفظ کنی تا این چنین تو را اسباب مسابقات هوش نکنند. این قرآن عظیم الشأن برای که استوارترین راه است هدایت می کند و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگ است. ای کلام برحق، ای قرآن، خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو، آنان که وقت تو را می خوانند چنان هضم می کنند گویی که قرآن همین الان به ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیده ایم. ای وای، ای افسوس برایمان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و همان روزی که ستمکار دستان خود را از شدت حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم. ای وای بر من، کاش فلان شخص گمراه را به دوستی انتخاب نکرده بودم. او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ من آمده بود. و شیطان همیشه انسان را تنها و بیاور می‌گذارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود پروردگارا، قوم من قرآن را متروک ساختند